وطن تا جوړو وطن تا جوړو وطن تا جوړو جنرالان و افسرهای سابق. من یک دیگر جنرال هستم، منصبدار نظام‌های گذشته شدم. از امنیتی فضل پروردگار نه تنها برای ما خوب است. در 20 سال دوزی و سرقت و چور و چپاول و اختطاف و شانه به شانه به امارت اسلامی همکاری خود اعلان کردند. به یا هم فایده است، به وطن ما فایده است، به ملت ما فایده است. روزانه در حدود 100 نفر جوان ما شهید میشد. به تعهداتشان وفا کردند و در می وطن استاد شدند چون وطنشان است. مدت 44 سال د وطن وظیفه اجرا کړې. مونږ ډیر خوښ یو، مونږ نه یوازې بلکې ټول امارات مسئولین په دې باندې خوښ دي. ما طبعا ما یک شهروند هستم، ما یک افغان هستم. امارت اسلامی هم بچهای افغان هستند. ان شاء الله امارت اسلامی بغلش واز است برای همه ملت افغانستان. امی جنرالان اسبق هم در کنار شما در راستای تامین امنیت کشور نقش دارند فعلا؟ گل گل وطن جوړو با وطن هیڅوک باندې پرېږدو جوړو با وطن گل گل وطن جوړو با وطن هیڅوک باندې پرېږدو جوړو با وطن وطن مور زموږ موري مونږ دې بچیان یو په تا سر قربانونه. سلام خدمت تمام شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب سایل میدیا. امیدوار هستم هر جای این کره خاکی که هستید جور و سط و سرال باشید، فضل گزند روزگار در امان الله متعال باشید. بینندگان عزیز، ما امروز در مجلسی که افسران و جنرالان سابق کشور برای مشکلات و همچنان تقدیر نیروی امارت اسلامی دایر کردن آمدیم و میریم داخل همراه با جنرالان اسبق که این مجلس را برگزار کردن و همراه نیروی امارت اسلامی که از این مجلسی که جنرالان دایر کردن اینا تقدیر شدن چقدر اینا خوشحال هستند نیروی امارت اسلامی و آیا جنرالان اسبق در کنار نیروی امارت اسلامی اینا همکار هستند یا خیر و یا که چی مشکلات در شرایط فعلی وجود دارد که تامین امنیت را یعنی خلل ایجاد میکنه. خب با ما همراه باشین، ما میریم حرف شنود با ایشان می داشته باشیم. یادتان نره که چنل یوتیوب سایل میدیا رو سابسکرایب کنید، لایک کامنت شیر یادتان نره. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ خوش آمدین. سلامت زنده باشین، خوش باشین. اسمتون؟ ما افضل امان نامم است. دیگر جنرال متقاعد هستم. قبلا در نظام‌های مختلف مدت 44 سال در وطن وظیفه اجرا کردم. بسیار عالی جنرال صاحب عزیز. یکی از برگزار کننده این مجلس هم شما بودین. این مجلس به کدام راستا به چه خاطر شما اینجا به نیروی امارت اسلامی گرفتین؟ ما به خاطر هماهنگی و همکاری یک تعداد افسران مسلکی که در موضع عهده حضور دارند و یک مناسبات بسیار خوب دارند از نقطه نظر مسائل مشترکه با این نهادهای امنیتی و دفاعی حوزه 11
بالاخره نظر به تقاضای رهبری حوزه 11 یک تعداد ما رو دعوت کردن و ما هم در مجلس اشتراک کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی. امنیت کابل و امنیت افغانستان قبلا شما چگونه میدید و حال چگونه است امنیت؟ خب قبلا همه ما و شما در جریان هستیم. با تاسف وضع امنیتی الا آمدن امارت اسلامی در افغانستان همه ما شاهد هستیم که خوب نبود. روزانه در حدود 100 نفر جوان ما شهید می شد. همین جوانایی که شهید می شد تمام زنا بیوه می شدن. وضع امنیت خوب نبود، جای رفت آمد صورت نمی گرفت. در مسیر شهرها تشویش وجود داشت، به ولسوالی و ولایات گشت و گذار صورت نمی گرفت. در داخل شهرها من جمله در شهر کابل جرایم بسیار زیادی که هم جنایی و هم سیاسی اتفاق می افتید. بعد از امارت اسلامی و خاصتا در شرایطی که ما فعلا زندگی میکنیم، من یک دیگر جنرال هستم، منصبدار نظامهای گذشته شدم. وضع امنیتی فضل پروردگار نه تنها برای ما خوب است بلکه تماما کسانی که ساکن یا کلی شهروندان شهر کابل از مسئولیت خوب برخوردار هستند. وضع امنیتی راضی هستیم و تمام نقاط افغانستان سفر میکنیم که تمام تشویش و نگرانی وجود ندارد. فعلا هم شما همکاریتان همراه نیروهای امارت اسلامی دارین؟ ما طبعا ما یک شهروند هستم، ما یک افغان هستم. امارت اسلامی هم بچه های افغان هستند. آمدم فعلا متقاعد هستم، بازنشسته هستم، در خانه هستم، اگر ضرورت باشه در خدمت هستم. با خیر سلامت باشین. میخوایم در اخیر پیام شما رو داشته باشیم. پیام شما با مردم افغانستان، به کسانی که خارج از افغانستان هستند و افغانستان از یک دیدگاه خراب میبینن، پیام شما برای آنها چی است؟ پیام ما به مردم افغانستان نمیست همه ما به دور رهبری امارت اسلامی افغانستان به خاطر تامین صلح و ثبات بیشتر متحد شویم، یک جای باشیم برای ثبات بعدی خوبتر و انکشاف بعدی از وطن دخیل باشیم. کسایی که در بیرون هستند واقعا همه چیز، همه شرایط برشان مساعد است، زمینه برشان مساعد است. دوستایی که مسلکی هستند دروازه امارت اسلامی بروی همه باز است، بیان در انکشاف و بازسازی از وطن خود هم بگیرن. وضع امنیتی انشاءالله به او حدی که اینا در تلویزیون‌ها و در تبلیغات منفی میشنوند به او حد نیست. همه ما مسئول هستیم، کل ما از افغان هستیم، در بازسازی وطن خود باید سهم داشته باشیم. زنده و سلامت باشین. تشکر از شما. بخیر باشین. سلامت باشین. خب دوستان عزیز، ما میریم حرف شنود با باشندگان. از همه رنگ ما به رنگ ما، سالها قربانی جنگ ما، آشتی و صلح رویاهای ما است، عاشق خورشید فرداهای ما است، عاشق خورشید فرداهای ما است. در دل ما انتقام و کینه نیست، جای کینه در دل آینه نیست. بعد از این آب روان الگوی ماست، مهر ما و آسمان الگوی ماست، مهر ما و آسمان الگوی ماست. از همه رنگ ما به رنگ ما، سالها قربانی جنگ ما، آشتی و صلح رویاهای ما است، عاشق خورشید فرداهای ما است، عاشق خورشید فرداهای ما است. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب است ان شاء الله؟ ساعتت خوب است؟ زنده و سلامت باشین. شما خوب هستین ان شاء الله؟ خیر سلامت باشید، زنده باشید. تشکر. سلامت باشین. اسمتان؟ اسم ما حافظ محمد موسی. حافظ محمد موسی عزیز. خب از شما میپرسم که گردمایی امروز که اینجا همگی جمع شده به خاطر چی است؟ موضوع جلسه ایجاد هماهنگی بین سکتورهای امنیتی، تامین امنیت برای هموطنان اهالی و باشنده های ناحیه 11 شهر کابل و ناحیه 15 شهر کابل بین سکتورهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان و در منطقه استماع پیشنهادات و شکایت های اهالی و رفع ایجاد هماهنگی و رفع ایجاد چالش ها، کمک ها و همکاری هماهنگی و پشتیبانی منصوبین نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان.
و نیروهای اسبق پیشین، البته نیروهای پیشین با سکتورهای امنیتی ناحیه 11 شهر کابل و تقدیر از کارکردهای چند نفر از منصوبین امارت اسلامی، خصوصا عامر صاحب ناحیه 11 عامر صاحب احمدی و عامر صاحب ناحیه 11 شهر کابل و عامر صاحب حوزه 11 استخبارات، حوزه 15 استخبارات، قماندان امنیه شهر کابل، رئیس صاحب عمومی استخبارات وثیق صاحب مولوی صاحب عبدالحق وثیق، این از یا پشتیبانی میشه. خب بسیار عالی. این گردهمایی توسط چه کسان اینجا برگزار شده؟ گردهمایی توسط جنرالان و افسرای سابق اسبق، البته اونا کسایی بودند که با تعهداتشان وفا کردند و در افغانستان استادگی کردند و شانه به شانه به امارت اسلامی همکاری خود اعلان کردند. شانه به شانه به امارت اسلامی استادگی کردند و همکاری خود با پشتیبانی خود از امارت اسلامی اعلان کردند. بسیار عالی. شما چقدر خوش هستین و که این جنرالان اسبق در کنار شما هستند و در راستای تامین امنیتی چقدر نقش مهم می داشته باشد؟ جنرالان اسبق از پیششان ما به خاطر خوش هستیم که یا به تعهداتشان وفا کردند و در می وطن استاد شدند، چون وطنشان است. وطن ما از اینا، از جنرالای سابق و از افسرهای سابق وطن مشترک است. نه در اینجا مسائل لسانی و زبانی و ایگپا هیچ نیست. ازبک، پشتون، هزاره، تاجیک همش برادر هستند و همش میتونن در زیر یک سقف زندگی کنند و از پیششان خوش هستیم، بسیار خوش هستیم از پیش. چقدر نقش دارد جنرالان که در کنار شما هستند در راستای تامین امنیت؟ جنرالا چون که سر از اینا بسیار مصرف شده و اینا اولاد از زمین وطن هستند و در تاثیرات بسیاری داره که در پالی امارت اسلامی استاد هستند، تاثیرات خود داره، تاثیرات بسیاری داره. خب بسیار عالی. در اخیر میخوایم پیام شما را داشته باشیم. پیام شما با مردم افغانستان چی است؟ پیام ما بر مردم افغانستان همی است که ان شاء الله الحمدلله وطن ما آرام است و میتونن که به وطن خود زندگی کنه و کسانی که در خارج هستند و کسایی که از این وطن رفتن اگر آزرده هستند پس بیان، اگر آزرده نیستند پس بیان در وطنشون زندگی بکنن. ان شاء الله امارت اسلامی بغلش واز است برای همه ملت افغانستان و کسانی که در خارج هستند تقاضای ما می است که بیان در وطنشان مثل برادر واری با هم زندگی کنیم و این وطن شانه به شانه آباد بگردانیم. زنده و سلامت باشین. تشکر از شما. و خیر سلامت باشین. و خیر باشین. تشکر. و بینندگان عزیز، شما بیننده گزارش ویژه ما از یک گردهمایی امروز که جنرالان و افسران سابق کشور در راستای تشکری و تشویق نیروهای امارت اسلامی انجام دادند. باشین ما هم حرف شنود با باشندگان ناحیه 11 و 15 و با سران حکومت می داشته باشیم. یادتان نره چینل یوتیوب سایل میدیره سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر یادتان نره. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتمند باش، خیر باش. سلامت باشین. تشکر. اسمتان؟ مفتی صاحب وحید الله. مفتی صاحب وحید الله، آمر حوزه 11 هستین؟ آمر حقوق حوزه 11 هستم. بسیار عالی، بسیار عالی. در حوزه 11 چی گونه مشکلات هست و زمانی که شما آمدین چی نوع مشکلات رو اونجا دیدین که حالا اصلاح شده؟ مشکلات زیاد بود. از این مشکلاتی که شما می‌دیدید که اینجا زیاد در 20 سال دوزی و سرقت و چور و چپاول و اختطاف و مشکلات خانوادگی و مشکلات مردمی که پول به یکی دیگه داده بود در 20 سال زیاد مشکلات بود. الحمدلله ما در 120 سال 20% رسیده 80% خلاص کردیم ان شاء الله. از اینکه جنرالان اسبق کنار شما استاد است و در راستای تامین امنیت دوش شما کار میکنه، شما چقدر خوشحال هستین؟ ما الحمدلله اگر یا به صداقت قدم استاد شو ان شاء الله به یا هم فایده است، به وطن ما فایده است، به ملت ما فایده است.
به خاطر که هر افغان قدر ماست، عزت ماست، ما عزتش میکنیم ان شاء الله. سلامت باشین. در اخیر هم وقت شما را زیاد نمیگیرم، میخوایم پیام شما رو به مردم افغانستان، به کسانی که در راستای تامین امنیت کوشا نمی باشند، بر از اونها چی است؟ ما خود با کل افغانستان خصوصا 2011 پیام ما است که در خارج است، اینجا باید وطن خود را جور کنه، فکر خود را جور کنه تا که از خارجی یا چی نشود، سلب نشود، خراب نشود. اینجا باید زندگی راحت، محبت و پیام ما این است که در امنیت شما خودتان هر کسی که در این وطن میشینه، در اینجا میشینه، امنیت خود جور کنه. به این خاطر که برای ما اطلاع بده، اگر کدام مشکل باشه بر ما بگه، ما ان شاء الله به خدمت هستیم. زنده و سلامت باشین. و توفم از طرف جنرالان اسبق سابق بر شما داده شده؟ داده شده، هیرا داده شده. خداوند یار اجر بده. السلام علیکم. سلامت باشین. من فقط شما را خواهان هستیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار شما. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ الحمدلله. تاسو خوبی؟ زنده و سلامت باشین. تشکر. اسمتان؟ حافظ متولا عبید یم، دی ولسم حوزه دی کشف مسئول. ماشاءالله، بسیار عالی، بسیار عالی. خب از مجلسی که اینجا دایر شده در برگیرنده کدام موضوعات بود؟ دا مجلس خو دا موضوع دی امنیت دی تامین باره کې و چې په 11مه حوزه کې بلکې په ټول کابل کې څنګه وکولای شو موږ امنیت راولو. شما چقدر خوش هستین که این مجلس دایر شد بر شما؟ په دې باندې خو موږ ډېر خوښ یو. موږ نه یوازې بلکې ټول امارت مسؤلین په دې باندې خوښ دي چې دغسې مجلسونه دایر سي او د ملت او د دولت ترمنځ فاصله ختمه سي، ځکه چې ملت او دولت لازم و ملزوم دي. چې ملت وي دولتونه به وي، او چې دولت بیا به نو ملت وي. بله بله، دقیقاً. از اینکه جنرالان اسبق یعنی جنرالان سابق کنار شما هستن، شما چقدر خوشحال هستین؟ په دې باندې خو موږ ډېر خوشحاله یو. هغه هم زموږ ورونه دي، د همدې وطن زمن دي، همدې وطن کې تحصیل کړی ده او انشاءالله د همدې وطن دپاره به په ګډه خدمت کوو. موږ ډېر ترنه خوشحاله یو او موږ سره پوره همکار دي. په هره موضوع کې موږ سره پوره همکاري لري. زنده و سلامت باشین. تشکر. از اینکه امی جنرالان اسبق هم در کنار شما در راستای تامین امنیت کشور نقش دارن فعلا؟ هو ډېر. موږ سره هر ډول همکاري ته آماده دي. موږ چې غږ ورباندې کړی ده، دوی موږ باندې غږ کوي، موږ دوی باندې غږ کوو. نو هر قسم مشکل چې ده په ګډه باندې په تفاهم سره مشکلات په مخ وړو. زنده و سلامت باشین. در اخیر هم وقت شما رو نمیگیرم، میخوایم پیام شما رو داشته باشیم. پیام شما با مردم افغانستان چی است؟ د افغانستان خلکو ته موږ هم دا پیغام ده چې څومره کولی شي له دولت سره د همکار اوسیږي او هغه ورونه چې له هیواده بهر تللي دي، نو اوس خو الحمدلله سرتاسري امنیت قایم ده. امارت ټولو اصولو ته دوی ژمن ده، نو چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځېږي نو موږ به هم خوشحاله اوسو او د هیواد د آبادۍ لپاره به په ګډه کار وکړو. زنده و سلامت باشین. تشکر. وقتتان خوش. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. وطن تا جوړو، وطن تا جوړو، وطن تا جوړو. خب بینندگان عزیز، این بود گزارش ما از مجلسی که جنرالان اسبق دوره جمهوریت برای نیروهای امارت اسلامی دایر کرده بودند و تقدیر هم کردند تحایف را که در نظر گرفته بودند برای نیروهای امارت اسلامی اهدا نمودند.
تا گزارش بعدی که ما را شیرزای خدمت شما برمیگردم، شما رو به خداوند یکتا به همتا میسپارم. وقت در همه شما خوش. یادتان نره که چینل یوتیوب سایل میدیا را سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر یادتان نره.